پیام تاروت برای این هفته شما. خب من برای این هفتهتون میبینم که از موضوعاتی انگار خیلی دل شکسته و ناراحت قراره که بشید. یکم مانع و گره توی کاراتون افتاده. یه سری از افراد رو دارم میبینم که سنگینی تو کاراشون هست، مانع تو کاراشون هست. چندین بار این سنگینی و گره و دورا تکرار شده و اینکه دریافت یک خبر، پیام، تماس براتون افتاده روی یک وعده آینده. ممکنه که یک سری افراد بخوان این هفته بدگوییتون رو بکنن. کسایی که توی محل کار هستن احتیاط داشته باشن. بدگوییتون افتاده و اینکه یک سری از افراد هم افتاده که انگار که قصد و نیت رفتن به مسافرت رو داشته باشن. روی 6 وعده آینده این سفر، نقل مکان یا جابجایی براشون افتاده.